خواننده محبوب و بزرگ ایرانی، همونجور که میبینید در زمین فوتبال بود. بله داریوشه. چه تعجب میکنه آنی. بعد عقیلی رو نگاه بکنید، هوشمند عقیلی، خواننده خوش صدا. شماعی‌زاده، اثر شماعی‌زاده رو نگاه کنید و نگاه کنید واسه شهرام شب‌پره رو نگاه کنید، خیلی جالبه. ستار رو نگاه بکنید. ستار این خواننده بزرگ، اون موقع هم فکر میکرده ستار، نمیدونم راجع به چی، ولی برجت عارف، سلطان قلب‌ها و دیگر عزیزان، واقعا بسیار عالیه. شما کجا بودین آقای چپوری؟ من داشتم فیلم میگرفتم دیگه. آقای ماجرانی میبینید، مسعود جمالی بود ته نجزه، نگاه کنید. داوود بهبودی نگاه کنید، سیبیل داشت اون موقع، سیبیل داشت و الان داوود بهبودی البته قیافش بهتر شده. اینم از اون آدمایی که جوان‌تر شده. به حسن آل صفر رو نگاه کنید، آقای آل صفر، مسعود جمالی رو نگاه کنید. آقای جمالی خیلی جالبه این عکس‌ها و فیلم‌ها، اینا یک دنیا خاطره. زندگی همین لحظه ها. درسته. مرسی. تصویراست. آقای ماجرانی یادشون بخیر باشه. و اندی نگاه کنید، این آقا رو من نمیشناسم متاسفانه، فرزین خدا رحمتش کنه، این هم نابهنگام رفت، این هنرمند خوب ما. آقای احمد پاکروان که موقع فوتبال بازی میکردن، آقای داریوش و دیگه خدمتتون هست. شماعی‌زاده رو نگاه بکنید، مثل که اون وسطی هم